یعنی پیش ما ملک صاحب سلام. خوب است، خیر بگین گریبشته جان. ای ملک صاحب ای کاش که ملک می آمد که دیگه وقت 3 ساعت بعد. سلام علیکم ملک صاحب. سلامت بخیر. تکرای خوب است دیگه. شکر فرد خدا. بیش ملک صاحب. چطور هستین ملک صاحب؟ خوب هستین دیگه؟ فضل خدا میگذره. خوش شکر. ملک صاحب چطور گساندار از قطعان طلب کردی یا نه؟ او کارهای شخصی است دیگه. 2 نفر گفتن که وارد از طرفا میاره. خوش. دیگه ما مردم ها ایسار درگیر هستیم. این منطقه بالا میگه که فامیدی عقابا از ما، 3 منطقه پایین میگه نه فامیدی ما هم دی جای حق داره. قدرجی مردم ما فامیدی سر و کله زده روان است. با سوان یک جلسه قومی است که چی میشه. همین 2 منطقه که همسایتان هست. بله. خیر بگین ملک صاحب دیگه مردم جنجال داره دیگه داره. بازم شکر فضل خدا که شما هستین دیگه کلان هستین و مسئله را حل میکنین دیگه میکنین. دور باشین. درست ملک صاحب. اما کار خیره که گفته بودم یک درست پیش آمدتون پیشت چطور شد؟ مشوره کردی نکردی همراه فامیلا و اینا؟ بازم گپ از همون کار خیر شد. ملک صاحب ما خواهمون خاطر آمده بینده. و کار خیر ما همراه او ما دیگه چون مشوره کردیم نظری از او نشد دیگه. ملک صاحب ام نظر دخترت چی بود دی باره؟ آقا عبدال بازم نظر دختر گفتی و روزی قبلا برات گفتم ملک صاحب که نظر دختر پیش ما مهم نیست چون او دختری ماست. ما او را کلام کردیم چیزی که خیش قومش بگویه پدرش بگویه اونمو گپ است دیگه. یالی هم ما با خیش و قومش مشوره کردیم دلشان نشد که برش بچه تو بیتیم. ملک صاحب ما کلان گفته که کتی قوم گفته آمدم پیش درازت دیگه ما را ناامید روان نکو. هم بچه هم امید داره دیگه داره ملک صاحب. آقا عبدال بله ملک صاحب. آبا نادیده میگه موزه را از پای نکش. برو پشت یکم دری دیگه تخت بیزن مگم تا دادت برسه دیگه. خداحافظی فعلا من میرم در اون منطقه بالا کلام جلسه است هم مشکلات مردم حل کنیم. با اجازت ملک صاحب من رفتم دیگه. خدا سکیت عربی بی. سلام علیکم پدر. منتظرت بود من خوب شد بخیر آمدی. شاید اگم اولای خوش تا بچه دا ارده باشی. اول خوش چی؟ من در جهنم رون میکدی؟ پیش خانه ملک نه. ملک خویش در خانه خود ششته از من خداحافظی میکنه. از خانه خود مر امروز بر کده. پیش 2-4 سال ما مر گرفت و بروی مر برده. بچیم دم منطقه کم دختر است. دختر قاطی خانه آمده. تو دم دختر ملک چی دیده؟ پدر ما شوک از هستم. ما بخی دلبسته از هستم. ما بیازو یک لحظه زندگی نمیتونم. ما عاشقی تا چی کنم؟ آبروی مر برده. برو چه از پیش چشم گم شو. باشم چی کدیم روی خود چی کدی باشم چی روی کارم روی خود کدی باشم خیر است بازم میرم دختر ملک برید خواستگاری میکنیم باشم دختر ملک باشم میتونه ما چی کنم خیر است همیشه منارا کلی دارویی رو سودا میکنیم توی کار خود نکن باشم خیر بینی پدر بره